بعد از برآمد با موفقانه در جام آسیا 2024 تیم ملی فوتزال تاجیکستان به وطن برمیگردد و امروز در برابر مخلصان و هواداران این رشته ورزش ما اهل کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش به استقبال فوتزالبازان میهن آمده ایم. ستاد مربیان و فوتزالبازان منتخب کشور را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مخلصان زیاد صمیمانه پیشواز گرفتند. مورد ذکر است که در پایتخت تایلند شهر بانکوک چمپیونات آسیا 2024 روید به فوتزال برگزار گردید که در آن تیم ملی فوتزال تاجیکستان شامل گروه مشکل بود و با وجود آن با اشغال زینه اول و مرحله پلی آف راه یافت. همین گونه فوتزالبازان کشور ما با رقیبان پرقوت خود بازی نتیجه بخش انجام داده تا دوره نیم نهایی این مسابقه قروی را خط گرفت. چون این نتیجه ثمره بخش در تاریخ فوتزال کشور بار اول به قید گرفته شد. شاگردان پیرو واحد امکان خوبی به دست آوردن زینه‌های افتخاری را در جام آسیا داشت، اما در بازی بر مقابل تیم‌های ملی تایلند و ازبکستان تقدیر رقابت را سلسله ضربه‌های پنالتی حل کرد که به سود ملی پوشانی ما نبود. چون این نتیجه دلخواه کافی بود که تیم ملی فوتزال کشور ما راحت چمپیونات جهان را به دست آورد. مراسم استقبال فوتزالبازان کشور با تنتنه دایر شده، پرچمبرداران کشور را با یک شکوه و شهامت خاصه با صدای سرنای و کرنای مخلصان و هوادارانشان صمیمانه پیشواز گرفتند. پس از برگشتن از مکان برگزاری مسابقه، شاگردان پیرو واحد برای اشتراک در جام جهان 2024 اوید به فوتزال که ماه سپتامبر در ازبکستان برگزار می شود آمادگی خواهند دید. مورد ذکر است که رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم موملی برای رسیدن به چنین دستاورد ارزنده برای قدردانی منتخب فوتزال تاجیکستان 1 میلیون سومانی جدا نمود که این تحفه برای باز هم آمادگی بهتر دیدن یکچین تاجیکستان و جام جهان مساعدت خواهد کرد. مهنت و زحمت بچه‌ها بود. اولش رحمت کلام به رهبریت فدراسیون فوتبال برای باوری برای دستگیری به‌واسطه همه شرایطو مهیا کردن و میدادر خوب مخلصان بیان میکنن که همه ما رو دستگیری میکنن. همین با شرافت مخلصان است و جایزه های برای مخلصان است. یک حسیاتی که از یک مسئولیتی که در ما باور کردن ما با سر بلند توانستیم به هدف رسید. تشکر زیاد به محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال، اون هوسمندکنی عمل کردن با گمان به بازیگر یک تکون جدی می شود که باز هم خوبتر و بهتر در جام جهان برآمد کردن نام وطن و ملت رو بالا برداریم. تصورات خیلی یک اموسیا، یک خوشحالی است البته و نه تنها برای ما، برای تمام مردم تاجیکستان این یک روز تاریخی است البته و با این البته ما تمام گفتن نیستیم. البته در ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و تیاری می‌بینیم به چمپیونات جهان که این گونه نتیجه به دست بیاره.